قهرمان داستان ما نه شمشیر داره، نه جادوی خفن و نه حتی ارتش، فقط یه کیسه زباله داره با یه اسلایم بامزه. اون موقع قراره با هم دیگه ببینیم که چطوری با آشغال جمع کردن بتونیم تبدیل به قهرمان دنیا بشیم. آقا توی این روایت انیمه واسهتون یه داستانی آوردم، یه انیمه اصلا اصل کره. یعنی انیمه رو اگه قرار باشه مثل یه گیم واسهتون تشبیه کنم، به گیم اسکای تشبیه میکنم. یعنی یه دنیای خیلی زیبا و چیل و فانتزی که قشنگ بری توش نگاه کنی لذت ببری. حالا یه خلاصه داستان میخوام بهتون بگم. آقا این انیمه درباره دختریه به اسم ایوی یا آیوی که توی دنیای فانتزی به دنیا میاد که از همون اول یه برچسب میخوره به پیشونی این بدبخت که چی؟ که قدرت رام کردن حیوونا رو داره، ولی چی؟ سطح 1 بهش میگن اصطلاحاً تیمر سطح 1 یا کلاس سطح 1 که آقا بی‌مصرف ترین قدرت تو دنیای این انیمه است. یعنی یه جوریه که آقا نه ننه آقاش اینو می‌خواستن، نه روستایی‌ها اینو قبول کردن، اینو اصلا دکش کردن، برو بیرون، یعنی قشنگ بیرونش کردن. بعد اون موقع این بنده خدا یه دختر تنها راه افتاد تو جنگل که آقا ببینه با این قدرت بتونه چیکار کنه و از اون موقع به بعد آشغال جمع میکنه. یعنی میاد آشغال جمع میکنه بفروشه پولشو در بیاره، نمیدونم مثلا توی جنگل موش صحرایی شکار میکنه بخوره و توی داستان به یه اسلایمی میخوره که میتونه اونو رام کنه و حالا از اونجا به بعد این دوتا مثل دوتا همکار به داستان و ماجراجویی قراره ادامه بدن که حالا من قراره واسهتون داستان قسمت‌های اولش واسهتون تعریف کنم که ببینید آقا از این انیمه خوشتون میاد یا نه. توی قسمت اول، همون اول انیمه، ما میبینیم که آقا خانواده‌اش و روستایی‌ها میگه آقا این چه قدرتیه، برو که نبینمت. بعد این دختر تنها بدون هیچ مثلا لباس خاصی، مثلا با لباسای کهنه میفته تو جنگل دنبال اینکه آقا چیکار کنم چیکارم نکنم. مثلا میره یه مش قابلمه و نمیدونم شاخک و درخت و اینجور چیزا رو برمی‌داره به هم دیگه وصل میکنه، یه چند تا کیف برمی‌داره توش مثلا خرت و پرتاشو بذاره، تو راه یه جنگل میشه. بعد میگه که آره من مثلا فلانی هستم یا واتساپ، من بدبختم، پیشگویی گفته که من قراره هیچ کار خاصی نکنم، قدرتم هم که به درد نمیخوره. موهاشو میبره که شبیه پسرا بشه، بعد لباس پسرونه هم میپوشه. بعد همینجوری تو راهش ادامه میده، یه سری آتش‌خال جمع میکنه و وسط جنگل به یه اسلایم میرسه و بالاخره میگه آقا چی بهتر از این، بذار تواناییمو امتحان کنم. بعد میگه آقا این اسلایم انقدر تعطیله، حتی اصلا توانایی هم نمیخواد واسه رام کردنش. با این شروع میکنه هم صحبت کردن، چه جوری فلان دیگه. خب بچه‌ست دیگه، به جای رفیق خیالی اومده با یه اسلایم داره رفاقت میکنه. بعد با هم یه طرح رفاقت میریزن که آقا من مثلا تنها، من فلونی ام اینجوری و اینا. بعد میگه آقا اوکی بذار بخوابیم. بعد این میخوابه، فردا صبح میبینه اون اسلایمه نیست. بعد هی خودشو به در و دیوار میزنه، وای این اسلایمه کجاست، چرا نمیبینم. بعد یا میفهمه آقا اسلایمه رفته تو کیفش، اینو تنها نذاشته. بعد بخوره گریه میکنه، میگه آره تو اولین رفیقم هستی تو این دنیای بیرحم که مثلا منو ول نکردی و اینا. ولی کلا توی قسمت اول ما بیشتر داریم با فضای این انیمه آشنا میشیم که نشون بده آقا این فضا چقدر سرسبزه. در کاراکتر اصلیمون نشون بده آقا این انیمه زیاد قرار نیست آقا فایت و بکش اینجور چیزا باشه، اصلا همچین توقعی از این انیمه نباید داشته باشی. گفتم که این انیمه یه جور انیمه چیله که حالا از قسمت اول که با این داداشمون اسلامی وقت رفیق میشن قراره یه سری کارهای خاص انجام بدن. حالا من بخوام از سرعتام ببرم بالاتر که یه ذره قسمت‌های بعدی رو بهتون بگم که ببین اصلا این انیمه چه حالا هوای خوبی داره. توی قسمت دوم ایوی و سورا یا همون اسلایمه شروع میکنن زباله و چیزای به درد نخور رو جمع میکنن. سورا نشون میده که آقا میتونه اشیا رو توی بدنش حل کنه و به یه شکل ساده ازشون استفاده کنه و اون موقع باعث میشه که آقا یه ذره کم کم قابل استفاده مثلا به نظر برسه این اسلایمه. بعدش دختر کوچولم که ایویه مثلا احساس ما دیگه تنها نیست، یا یه رفیق فابریک اسلایم داره که میتونه باش خوب باشه. توی قسمت دوم بیشتر دارن سعی میکنن همدیگه رو بشناسن و آتش‌خال جمع کنن. توی قسمت سوم اینا میخورن به آدمای روستاهای دیگه که ایوی وارد یه روستای دیگه میشه. بعد دوباره مردم به خاطر اینکه این مهارتش به درد لای جرز دیوارم نمیخوره شروع میکنن باش بدرفتاری کردن، ولی باز این دختر خوب کمکشون میکنه آتش‌خالاشون رو جمع کنه و بهشون نشون میده آقا اینم آنچنان به درد نخور نیست، میخواد بهشون ثابت کنه آقا منم آدمم، به منم توجه کنید. بعد کم کم توی قسمت‌های بعدی یه ذره اون بقایه و اون خطره یه ذره بیشتر میشه که آقا ایوی دختره مجبوره برای اینکه بخواد زندگی کنه تو این شرایط سخت یا مثلا یاد بگیره غذا بپزه، از اون آتش‌خالا به نحو احسن استفاده کنه،
از اون اسلایمه بتونه استفاده‌ای کنه که مثلا آشغال رو تبدیل کنه به چیز به درد بخور کم کم. و یه جورایی اسلایس آف دی لایف هست، یه جور سبک انیمه است، زندگی خودمون رو نشون میده که آقا از یه سنی به بعد واقعا باید یه ذره به درد بخور باشیم، یعنی دنبال پول بریم، دنبال کار بریم. یه جوری مثلا کلید اصلا هم ایلالوها داره. حالا نکات مثبت و منفیشو میخوام بهتون بگم. تو نکات مثبتش میتونیم به این اشاره کنیم که رابطه ایوی و اون سوراه خیلی شیرین و دلگرم کننده است، از اون دوستیایی که دل آدم میشینه. فضای داستان هم ساده است ولی خب امیدوارانه کننده است و پر از پیام‌های انگیزشیه برای Stop it. Get some help. برای کسایی که دنبال یه فانتزی سبک و راحتن و نمیخوان فکرشون مشغول باشه، 2 دقیقه لبخند بیاد رو لباشون، که اول باید ویدیوی انیمه اورنج رو ببینن، بعدش برین انیمه رو ببینن. حالا میرسیم سراغ نکات منفیش. ریتم داستان خیلی کنده. چرا؟ چون یه دختری رو داریم که قرار آشغالا رو جمع کنه. واقعا میگم دیگه کندتر از این ریتم داستان نداریم. حالا انیمیشنش هم گفتم دیگه کیفیت آنچنان خفنی نیست، یه سطح متوسطی واسه خودشون داره. و حالا کلیشه دنیای فانتزی و با یه شخصیت ضعیف که به مرور زمان قوی میشن، خب 90% انیمه ها داریم که توی این انیمه هم صدق میکنه. و آقا راستی من یادم نرفته مجازات و منتظرم کامنت ها کامل بشه، بعد بینش قرعه کشی میکنم مجازات 100% انجام میدم. و آقا رسیدیم بخش زیبای کامنت خوندن. توی کامنت اول آقای امیر محمد واسمون کامنت طولانی گوش نشه سلام داشت یوسف ویدیو تالیه سر دلنشین باناکو. او منم فکر کردم اینه راستی اون کامنت رو نخوندی هنوز. بعد آقا تو 7:54 دقیقه من نمیدونم یه بازی تو این سبک میشناسی به معرفی کنی، تو کدوم سبک انیمه‌ای باشه، گنشین یا وادرینگ ویو، تو بخش مثل بازی 2تا2 باشه، موبایل لجند توی گوشی با لیگ آف لجند. من نمیدونم، من بیشتر تو اینجور چیزا دارم تو ویدیو حرف میزنم، اگه در مورد بازی باشه که اینطوریه. و خیلی ممنونم که واسمون کامنت گذاشتین. میریم سراغ کامنت بعدی آقای آرش جباری واسمون کامنت گذاشته و گفته که واکنش من اینه که بیشتر انیمه‌ای که دیدم دوبله فارسی بوده. 720 قسمت ناروتو رو دوبله دیدم، سانسور شد هم بود، بعد فهمیدم سرم کلا رفته. یعنی فرض کن یارو میگه کاتون مثلا ماداراتو میشنیدی شعله آتش با شکوه، ولی عیبی نداره، اونم یه تجربه خوبیه دیگه. حالا آنچنان تیم دوبله ضعیفی نداشت. میریم سراغ کامنت سوم که گفته که یه ویدیو بساز که توش مکانای دیدم برای انیمه رو بگو، رایگان یا پولی. این یه ویدیو قبلا ساختیم در موردش و خب الان تو کامنت خب واسه جواب میدم. میگه اگه برنامه میخوای برو برنامه دلفان و فیلمجو رو دانلود کن، رایگان، مفت و بدون سانسور. و اگه نه چیزایی که خواستی توش نبود وارد یک اپلیکیشن پیام رسان خارجی بشو که نمیتونم من اسمشو مستقیم ببرم و اونجا سرچ کن انیمه، 500 تا کانال میاد و لذتشو ببر. و آقا خیلی ممنونم بچه‌ها که تا آخر ویدیو ما رو همراهی کردید. لطفاً لایک و سابسکرایب و کامنت معنادار یادتون نره و تا ویدیوی بعدی و روایت انیمه بعدی یا حق.